به این میگن قرمزدون، به این هم میگن قبه. مخصوص کلاه دختره هستیم. روسری هم روسری قدیمیه دیگه، طرحش هم قدیمیه، خودش هم قدیمیه. یالق. آره. اسمش هم یالق، تکمه یالق. لباس زنا نقش داره. نقشش گل داره، گلاش گلریزی شده. بعد بعضیشون دیگه از اون سکه ها دور برش سکه میدوزن برای زینتی خودشون، برای اعلام آمدن خودشون استفاده میشن. همون پیراهن میگن دون ترکمن. بعد به این هم میگن تلفک. این کلاه اچمک تیکایی میمانه، اینو براشون یه کلاه سبک که تو خونه یا برای خوابیدن اینا درست میکنن.